مگه پرچم مال توه؟ من به عشق یکی دیگه اومدم. دیگه هیئت ما نیا، برو هیئتی دیگه. تا این جمله رو گفتن آیا اونا که میاید هیئت، اگه از در بیرون تو کردن از پنجره بیاید تو، بگید ما جای دیگه نداریم. و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. خب نمیشه، باید بری بیرون. یه نگاه کرد گفت ببینم هر گله مگه سگ نمیخواد؟ باریکلا. گله دار که از سگ سود نمیبره، سگ فقط پارس میکنه، استخون میخوره. نون چوبون و گله دار از اون گوسفنداست. بذاری من سگ گله حسین باشه، منو بیرونم نکنید این خونه. گفتن این گله سگ بی حیایی مثل تو نمیخواد. یه دفعه پشت شد گفت حسین 40 سال تو عرق خونم کسی جرأت نکرده بهم بیار، اما تو این خونه تو حرمتم و شکستن. من فکر کردم تو همه رو راه میدی، در خونه گریه کرد. یه ذره که به اون اومد یه سلام داد به علی عبدالله. گفت آقا ببخشید غلط کردم، رام اونوری افتاد نفهمیدم اومدم. مجلس پاکا جای من نبود، ندیده بگی خوابی. رفت خونه در و بست، دیگه عرق نخورد تا شب عاشورا. کارش هم فقط گریه کردن بود. شب عاشورا رئیس هیئت امنا خواب دید به کربلا، خیمه ها ابی عبدالله، خیمه ها یزید. گفت برم آقا رو یاری کنم. میگه تا اومدم گوشه خیمه ابی عبدالله رو زدم بالا، دیدم یه سگی با صورت رسول ترک دنبال من کرد. گفتم رسول اینجا چی کار میکنی؟ گفت چون ما رو قبول نداشتی. گفتی امام حسین سگ اینجوری نمیخواد، آقا ما رو قبول کرد. از خواب بیدار شدم، گفتم ای خاک عالم به سرم، 70 سال خونم رو زیابوش میکنم، هنوز سگ این خونه